امروز اومدیم با یه چالش سورپرایز یهویی کف خیابون با آقا آرمان رایا. بابا بنازم زیاد ارادت اومدیم که جلوی مردم رو بگیریم، حالا یکی دو نفر مورد خوب ازش و اینکه بهشون بگیم که عزیزترین شخص زندگیشون کیه و بهش زنگ بزنیم و سورپرایزش کنیم. لایک و کامنت و سابسکرایب هم که دیگه بزنید دیگه، خودتون میدونید دیگه، بزن. مرسی. و این مهمه که قراره کی سورپرایز بشه، عشقش سورپرایز بشه، مامانش سورپرایز بشه، بچه‌ش، خواهرش، برادرش، مادرش. عزیز قربونت، ما هنوز نیومده بودیم، یه بنده خدایی ما رو شناخت، مثلا کنم جلوی یکی رو بگیریم سریع بدون داستان چیه. روز جمعه اومدیم کف خیابون. بذار بریم همینجوری یکم. بریم آقا. بذار بریم یکم. بریم خدا با ماست. بودنهای مورد نظر نه مشخصه فرار کردن. اون آقا که تنها نشسته اونجا چیه؟ بهش غمگینه. خوبه آقا خیلی مخلصیم، ببخشید وسط بازی بودیم. وقتتون بخیر. میشه چالش با هم بگیریم؟ نمیشه؟ چشم. جدی؟ بازی قوی هم هستش. یه همونی که بهت سکه میده نه؟ اونم اگه شما اجازه ندی که پخش نمی‌کنیم. آره. از این قرار داستان که میخوایم ازتون بپرسیم عزیزترین شخص زندگیتون کیه؟ مادرشون. چی بهتر از این؟ ما کارمون خوشحال کردن آدم هست. کارمون سورپرایز کردن آدم هست. و اینکه اگر که دوست داشته باشین میتونین بگین ما باهاشون همین الان تماس بگیریم، بگیم از طرف شما این و بگیم که چقدر شما عاشقانه دوستشون داریم و برای جبران زحماتشون یک موزیک هم تقدیمشون میکنیم و احساسی داستان رو میبریم بالا. حالا میتونید به خانومتون زنگ بزنید، میتونید به مادر، هر جور که سلام. عزیزترین دیگه، عزیزترین مادره. واقعا مادرها زیر پای مادران بهشتن. بهشت زیاد. شاید خانمش اومدن ببینه. نه ببینم. چه قضیه خوب شد. من خود خانمم میدونه هر کی جای خودشه. شما نمیتونی بگی چشم بیشتر از گوشم دوست دارم یا دستم بیشتر از پام دوست دارم. هر کی جای خودش. مرد ایرانی یاد بگیرید. میشه زنگ بزنیم بهشون یا نه؟ من زنگ بزنم؟ ما زنگ بزنیم. مشکلی شاید روتون نشه خیلی به موهاتون مثلا ابراز علاقه کنین درسته ولی یا میکنه. از کجا میدونی؟ شاید من بهش نمیگم. اینی که هر روز تا یه دورش نگرده تا روزی 2 بار 1 بار تماس نگیرم امکان نداره. شما بهش بگینم خودش میدونه. ولی معمولا پسرها با مادرها یکم رو در باسی مثلا اونجوری تا وقتی سنت میره بالا نمیدونم. ولی من پدرم مادرم روزی 1 بار باید زنگ بزنم. الان دوست داری به پدرم زنگ بزنی مادرم جفتشون مشکلی نداره. چقدر خفن. اسم شما چی بود؟ کوچیک شما مجید. آقا مجید. ما کوچیک شماییم. خب پس یه تماس تلفنی با مادرشون بگیریم و ببینیم که چی پیش میاد. میخوای به بابا زنگ بزنی؟ بابا اون معمولا خیلی کم جواب میده. یه بار دیگه حمیدم جواب نمیده ازت. حالا همونی که فکر میکنی جواب میده باور کن همون جواب بده. حالا به خانومش زنگ زنی جواب میده. خانومم الان سینما، الان رفته تو بندر عباسون رو دخترم سینما. جواب نمیده. من زنگ زدم. آخه یهویی جلوی ایشون رو گرفتیم. یهویی. حالا موقعیت. بعدی هم برای شما زنگ میزنم. هیچ موقع دوست یعنی توی چالش شرکت نمی‌کنم ولی گفتی کی از همه بیشتر دوست داری؟ موضوع جذاب. فعلا که جواب جان. یه فردی خانمشون میگین؟ آقا هر کاری دوست دارین الان خانمم بیاد رو خانمم بگین که مجید گفت بیشترین کس تو دنیا اصلا نمیخواد. گلان من رو خانمم چی میگم بیشتر از کی؟ مادر واقعا منم هیچ کی مامان.
مادر. اول مادر. واقعا اول مادر. خب پیغامی اگه برای مادرتون دارین اینجا تو دوربین بگین قبل از اینکه حالا باشون تماس بگیریم. مامان دوستت دارم. دمش گرم. مرسی. ما شب بعدا در قیام خودشون زنگ بزنیم الان جواب ببینم. مشکلی نیست. آره دیگه. در لحظه دیگه داستان اینه. آره جواب ندادن ولی ما اصلا اینجا سعی خودمون رو می‌کنیم. خیلی دوست دارم مادرشون رو. حتی جلوی همسرشون هم میگن. روبروی همه. مرسی. یک همه دنیا دوست دارن، صد ولی بشه مامانم- آمجید فقط مادر. یه پله بالا. خوب هستین شما؟ عذرخواهی می‌کنم وقتتون رو میگیرم. خانم صادقیان. خانم صادقیان؟ ببخشید وقتتون رو میگیرم مادر جان. یه عرضی داشتم خدمتتون. یکی از پسراتون اسمشون آقا مجیده، درسته؟ نه میگم آقا مجید رو میشناسین پسرتون؟ سلام ببخشید جان نمیشنوه گوشش مشکل داره. یکم باید بلندتر صحبت. یکم پس بذار بلندتر صحبت میکنم. خب باشه یه لحظه دوباره من بهش بدم اگه بلند نمیشه آرمان رو نزن که بشنوه. آقا مجید رو میشناسین مادر جان؟ به به بنازم. من از طرف آقا مجید باهاتون تماس میگیرم. آقا مجید میخواستم بهتون بگن که خیلی دوستتون دارن. خیلی دوستتون دارن. آره و بابت زحمتایی که کشیدین خواستن ازتون تشکر کنن. زحمت کشیدین دیگه، بزرگشون کردین مادر جان. الهی الهی. یه پیغامم از طرف آقا مجید براتون داریم. مادر جان گوش کن. شب موهات واسه من بوی عطرم بوی تو، رخت عشق تن من همه جونم واسه تو. دیدی میلرز دلم وقتی به من زل میزنی، چه قشنگ است ته چشمات به دلم پل میزنی. ترکی اومد پشت سرت حرف بزنه، گفتم هیست من غیرتیم سر تو، مشکل از اخلاقم نیست. تقدیم به شما مادر جان. خوب بود. به به. این پیغام از طرف آقا مجید بود. پسرتون خیلی دوستتون دارن و از ما خواستن که یک موزیک احساسی تقدیمتون بکنیم. دوست داشتین؟ به به. خیلی مخلصیم. کاری دیگه با من ندارین، زنگ بزنید یه با هم دیگه صحبتی هم بکنید الان دیگه. سلام چه حالت ننه؟ سلامت خیلی ممنون. یک چالیشی با امون اینستا اونتونه که به قولن جلو دوکو شد ما زنگ بینم و ننه تو مزم انجام باشد مامان تشکر میکنم. میگه مامانم این چیزا انگار دوست دارم. بنازم. ای دست درک مامانی. یه دوستت دارم هم بگو. دوستت دارم مامانی، عشقمی. سلامت خدا. دم شما گرم که همکاری کردن. اون مرسی. خیلی مخلصیم. همون بود دست عزیز درد دلی. دوستان بندرعباس اینجا خیلی خوشحال 1314 نرسیده بندرعباسمان حتما حمایت کنید. دوستانی حتما بیایید و بله. اینم بچهای پایستن. نمال الان جدیده. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. زنگوله رو هم بزنید که کلیپ های بعدی رو داشته باشید و مخلصیم تا سورپرایز بعدی. بدرود.